عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیزی که وقت گذاشتن و این گفتگوی امشب ما رو میبینن. امشب در خدمت یه دوستی هستیم که به نوبه خودش و به واسطه کاری که میکنه یکی از افراد تأثیرگذار توی سطح جامعه و شهر. در خدمتتون هستیم حاج محسن. سلام علیکم، ارادت دارم خدمتتون. انشالله که خدا توفیق بده در خدمتتون باشه. سلامت باشید. میخواد یه معرفی کنید خودتون و یه بیوگرافی نسبت به اینکه بینندگان ما بیشتر باهاتون آشنا بشن. محسن پورجهانگیر هستم. چی بگم والله. ای خدا قبول کنه یه چیزایی می‌نویسیم، یه چیزایی می‌خونیم. کسوت طلبگی هم یه کاری داریم انجام میدیم. خدا حفظ کنه. چند سالتونه؟ امسال اسفند اگه برسه میشیم 30 ساله. خدا قبول کنه. انشالله. متأهلی مجردی؟ والله متأهلیم، خدا قبول کنه. متأهلم هستیم، 2 تا بچه هم داریم. و اسمشون چیه؟ امیرحسن و نورا. امیرحسن و نورا خانم. به سلامتی. سلامت باشید. سلامت باشید. عرض کنم خدمتتون که چی شد که به این فکر کردی که اصلا تو این حوزه فعالیت کنی؟ چی شد که یهویی اصلا شاعر شدی؟ خوندی؟ اصلا چرا رفتی حوزه؟ والا داستان حوزه رفتن که خیلی مفصله و داستان شعر اینا که ما از قدیم الحمدلله یه حسی مثلا درونیه، یعنی بعضی چیزا اتفاق میفته درونیه و یادم مثلا شاید مثلا سال 84 85 اینا، حرف خیلی وقت میشه، ما تو مثلا میرفتیم جلسه حاج حسین مومنی که داشتن روزه و اینها، کلاس مدایی داشتن. اون موقع یادمه مثلا شعر میدادن. اون موقع اینجوری نبود که مثلا فضای مجازی زیاد باشه و بیافتن دنبالش و شعر پیدا کنن. رو کاغذ مثلا میدن. گلچین احمدی مثلا اون موقع بود، نگاه میکنه ها، حرف خیلی وقت میشه. مثلا اون موقع میرفتیم سی دی نوعی سید جواد مثلا میگرفتیم ببینیم ایشون چی خونده، یا مثلا میرفتیم عبدالرضا هلال تازه مثلا جواد مقدم اون موقع داشت مثلا تو کشور پخش میشد. اینها خیلی توی فضا نبود که شعر همه داشته باشن. اوج خلاقیتی بود که نوعای سال قبل رو برام داشتن امسال میخوندن، یعنی دیگه این ته کار. من یادم همون موقع پسر عمویم ما داشتیم و بنده خودم میخوند مدایی میکرد. اون موقع یه بار من گفت که ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم، مثلا خودمون یه کاری انجام بدیم، شعر بنویسیم. اما مثلا خیلی مثلا سخت نگرفتیم قضیه رو، گفتیم شدنیه. انگار نشستیم و همون بار اول و دور هم و یه شعری هم نوشتیم. حالا یادم نیست چه حرف خیلی. این رفت خوند و یادم حاج حسین مومنی اون موقع دید و گفت خوبه آقا. این خوبه که اون موقع گفتن بعضی حرفا مثلا یه جا آدم اگه ریشه‌شو بگیره درش اتفاق خوب میفته. همین باعث شد که ما کم کم همینجوری دست باشه کسه. همین الانم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، ولی خب نوشتن از همون موقع بود، یعنی جرقه از اون موقع خورد و همینجوری ادامه دادیم تا الان که در خدمت شما هستم. سلامت باشی. یادته که اولین بار میکروفون دست گرفتی؟ میکروفونم بله. این شعر بود میخوندن 12 تا گل سرخ. یا تو بله های حدادی. نه بابا، تو شیراز بود میخون پسر تازم، اسمش هم یادم رفتن خدا. 12 گل سرخ که شاخه هاشو چیدن. پسری شیرازی بود میخوند. شیرازی بود که استودیوی در اومده بود تو شاچراغ اینا میخوند و خیلی معروف. اسمش من یادم نمیاد. ان شاء الله هر جا هم خدا عاقبتش بخیر کنه. اون موقع ما پدر و مینا جلسه داشتن، هیئت میگرفتم تو همین شیراز. فقط هم دهه اول محرم یادم اولین بار روز عاشورا بود. من هنوزم با جزئیات سویشرت قرمز برام بود وسط دسته میکروفون دادم به ما رو خوندیم. بعد حالا بگذاریم از چیزایی که ریاکتا چی بود؟ مثلا چه واکنشی بهت نشون دادم اون تایم؟ اصلا چیزای عجیبی بود. مثلا همون تیپ به من مثلا تو اون موقع اونا زنجیرزنی مثلا بود. حالا خب مجلس ترک زبانا بود. خب من اصالتا اهل تبریز هستم. جلسه هم که راه میافتاد زنجیر میزدیم، ترک بودن همه. اون موقع ما اینو خوندیم و همه هم وایسادن که آقا چی داری میخونی، چی داری میگی، اینجا با ترکی بخونی. ما اونجا اینو خوندیم اولین بار. یادم اینه. حالا شاید قبلش هم مثلا دست با شکسته خونده باشه. اونجا بود که ما خوندیم، بهمون بهانه دادن، خودمون رفتیم یه هیئت زدیم. اکثر جا که هیئت
از مجموعه جدا میشه همینه، مدعا نمیسازه میره یه هیئت میزنه. آره ما رفتیم خودمون یه هیئت زدیم. روزگاری گذشته این ضبط چیزا از سی دی میخورد، این جای میکروفون هم داشت. نه حالا ببخشید حالا وقت خیلی نمیگیره اینو عرض میکنم خدمتتون. یادم اولین بار که ما هیئت زدیم و خوندیم با پسر عمم بودیم، ما جلسه گرفتیم یه میکروفون از این چیزام داشتیم و زدیم تو اینو وصل میشد به تلویزیون، یه صدای از این در میومد. بعد پسر عمم گفتم که فلانی من امشب خونمون هیئت دارم، و هم گفت منم میام. اومد و یه 40 50 تا ساندویچ کالباس هم ما پیچیدیم. خدا شاهده. بعد نشستیم همینجوری در خونم باز بود. گفت خب کسی نمیاد؟ گفتم من به کسی نگفتم، می با بگیم که بیان. گفت خب حساب هیئت از کجا باید بفهمن با بیان و نیان؟ گفتم خب دیگه ما هیئت گرفتیم. اونجا بود که فهمیدیم که باید میگفتیم به مردم تا بیان، همینجوری که نمیفهمن. دیدیم خب 60 70 تا ساندویچ بود و خیلی بود. ساندویچ‌ها رو برداشتیم و رفتیم دم در خونه ها میدادیم. حتی رفیقام اینا دازم گفتیم که آقای مال روزن. گفت روزه کجا؟ گفتم خونه ما بود. خب چرا خبر ندادی؟ تا الان خبر میدم هفته دیگه بیاید. هفته دیگه که شد فکر کنم چهارشنبه بود اشتباه میکنم، فکر کنم 20 تا بچه ریختن تو خونه ما. چی دیگه ما داشتیم برابری میکردیم با حاج حسین مومنی. خب چطوره وسط جلسه تا حالا بخوای یه شعری بگی، یه شور به جلسه بدی بعد یا توی صوتی بدی؟ خیلی یکیشو تعریف می‌کنی برامون؟ خیلی مثلا حالا بستگی به همین چند هفته پیش قبل که برم کجا بود؟ رفتیم رفتیم یه جلسه بود. بعد شعری که من تا حالا 2000 بار خوندم، غم شیرینم یا ابو عبدالله دیگه اصلا از بس خوندمش که همه حفظن. خوندمش گفتم غم شیرینم یا ابو عبدالله دین و آیینم یا ابو عبدالله. یه بچه از حالا فضای نوجوانه، یه بچه دوربین اینجور دستش بود اومد تو یه حلقه جلوی ما زد بود، منم سر حلقه این دوربین اینجور گرفت اینجور پیر میداد، همینجوری دور جمعیت اینجور پرش میداد، رسید جلوی ما اینجوری نگرش داشت. من یه اصلا شعر یادم رفت چی دارم میخونم. سلام کردم تو گوش گفتم مرد حساب عروسی خونی داری فیلم میگیری برو خلاصه همین 2 هفته پیش یارو ول که رفت و بعد گفتم شعر یاد رفت اصلا من نفهمیدم چیکار دارم میکنم. آره صوتی خیلی چون برنامه زنده و اینا هست، شما هر کاری کنی بالاخره اصلا هر کاری که بکنی بالاخره یه بچه پیدا میشه مثلا دوربین دستشه، اینم یکی چراغ روشن میکنه، یکی نمیدونم فلان کارن. اینا تو برنامه زنده خیلی زیاده. خیلی فکر نمی‌کنم کسی هم باشه که بگه آقا من تا حالا مثلا صوتی نداده باشم. اگه که تو جلسه خودتون معمول الهی شکل تو کشور ما برق بره. بله اوکی. چیکار میکنی؟ برقم بره ما چیز داریم آجی، موتور برقا خریدیم. لاکچری هستی؟ نه لاکچری چه مال مسجدی که هستیم چیاش برمی داریم استفاده میکنیم. آره برقی جوری که یه بارم زدیم و لامپامون سوخت و چون برقو نمیکشیدی رو زدیم همه رو سوزوندیم رفت. خب این سبک شعرهایی که حالا من خودتون شعر میگید دیگه، شعرهایی که میگید خودتون میخونید، آره. این سبک شعرها رو بیشتر از کجا میاری؟ سبک شعر به ذهن موسیقیای آدم برمیگرده. من موسیقی زیاد گوش میکنم. موسیقی بله من خیلی الان خیلی کم، دروغ نمیگم. حلال حروم اینا آره یه گوش میدم. من خیلی حروم که نه به هیچ عنوان. من زن مثلا آهنگ زن حتی زیبا میگم مثلا کاری ندارم به حروم و حلالیش و اینا، اصلا کاری ندارم، نمیپسندم کلا. ذائقه مثلا صدای زن رو نمیپسنده، من اینجوریم کاری هم ندارم، چه قدیمی چه جدید هیچ. ولی تو سبک میگه که شما باید ذهنت مثلا یه قوه‌ای داری که باید تبدیل بشه، هی به روز بشه. گوش دادن خودش بالاخره اینو اثر میذاره. حتی شما تو جنگل میری خونه همش رو موسیقی، قرآن خوندن خودش یه موسیقی خودش بخوای نخوای اثر میذاره. بعض وقتا میگه که حتی قرآن من روایتش هم دیدم که میگه که شنیدن قرآن اثر میذاره. میگه اصلا من نمیفهمم چه خبره، میگه این موسیقی که تو ذهن تو میشنه تو جانت اثر میذاره. خیلی مهمه دیگه. حالا یکی پرورشش میده مثل ما دنبالشه، اینو پرورش میده مثلا یکم حالا ایور و برش میزنه یه کاری انجام میده، چه حتی موسیقی ایور و. ولی که بگم تا الان مثلا رو آهنگ مثلا شعر چیز نوشتم شاید به تعداد مثلا 2-3 تا باشه، خیلی کم.
خب یه بخش ببینیم و برگردیم ادامه گفتگومون رو با آقا محسن پورجهانگیر عزیز داشته باشیم. فعلا سلام کعبه حاجب علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ای فلک جا علی اکبر زاده شاه علی اکبر منزوی میگه در مده منظر با علی اکبر منظر با علی اکبر سینه زن تا ناخن ماه ملک منظر با صورت پیغمبر با قدرت صورت گربا اکبر. بخش دوم گفتگومون با آقا محسن عزیز. خب حاج محسن توی جلسات بله من مکرر برات پیش اومده ولی میگم که حالا بیننده‌مون کمی آشنا بشن. داری میخونی یه شعر داری میخونی یکی میاد یه حرکتی میکنه تمرکزتو میرزه به هم اصلا نمیفهمی چی میشه. اتفاق افتاده قطعا بله. میخوام یه خاطره اینو برای بچه‌هامون بگیم برای بیننده‌هام بگین که والا به کراتی اتفاق افتاده و یه شخصی هست که حالا اسمشو نیاریم بهتره. حالا میخواید بیاریدم حالا بحث چیزا میدونی چون دلیه اشکال نداره گفتنش. ما یه دوستی داریم که فکر کنم همه بشناسن، اونایی که مثلا منو میشناسن احتمالاً میشناسن، که حبیب مارادونا. چرا بهش میگم مارادونا؟ حبیب میگم من بچه که بودم خیلی فوتبالم خوب بوده. میگم خیلی فوتبالم خوب بوده و اصلا من یادمو در هر حالتی ببینم میخندم. حتی حالت که واقعا یعنی با خیلی خودمو جمع کنم که مثلا اتفاقی نیفته. یه آدم دیگه حالا واقعا صورتشو و او خاطرهایی که با هم داریم تا میبینمش دیگه میره به حلالی. خیلی هم بوده. بارها مثلا تو همین جلسه خودمون میخوندیم دیدم حبیب آقا ورود کردن و اومدن تو پوکیدن بنده در همانه، یعنی از ایشون که میاد سرمو میندازم پایین یه بار نگاه میکنم. مثلا اینجور اتفاقات زیاد. ولی این ورشم بگم که واقعا یکی مثل حبیب اگه مثلا یا حسینی هم که میگه این از دلشه. میدونی که حالا یکم بنده خدا به خاطر فضایی که هست شاید مثلا حالا اون درسته ما خیلی شیله پیله داریم، حبیب اینه همینجوریه. ایشون مثلا جای یا حسینی هم میگه من میدونم از ته دلش داره میگه. چه بسا که مال همون هم بخرن و یکی مثل من همینجور درجا بزنه. ولی زیاد میخندیم با هم. یه خاطره شو اگه میشه. مثلا همین چند وقت پیش بود دیگه بازار داشتیم میخوندیم حبیب آقا اومدن تو بغل منبر دیدم به من ساعت نشون میده دفترچه واقعا. بعد من اومدم پایین گفتم مرد حسابی رانندم منتظره. من بخونم برم. گفتم خدای من چی بگم اصلا راننده داره فلان داره. خلاصه هیچ دیگه میکروفون تقدیم کردیم و ای بابا خوندن و رفتن. ما دیگه بعدش هر کاری کردیم یعنی ولکد رفت چون من میدونستم برای چی ولکد رفت. راننده دم در وایساده بود واقعا راننده بله اصلا یه چیز عجیبی رفت که بعد پیام داد که حالا چیه بعدی هم گفتم همون دعاهایی که خیلی مرسومه گفت و هم به خودم و هم به اهل بیت و اینا یه چیزای یه سلامای ریزی رسوند و رفت. آره بعد که ما رفتیم بالا دیگه من هر کاری میکردم یه یاد حرفش میگفتم خب راننده داره میره میاد اینا مثلا میخندیدم. اگه تو جشن باشه که دیگه اصلا واقعا جلو خودتو دیگه بعد نمیتونی خودتو کنترل. بعد نقطه ضعف شما آقای حبیب آقای مارادونا. آره حبیب آقا من این دوربین بهت میگم که نکن. نه تنها من هر مدایی که توی شیراز دارن میخونن حبیبو میبینن قطعا یه عکس العمل اون لحظه بهشون وارد میشه که باید انجام بده. یعنی نمیشه ساده ازش بگذری یا بری. ولی خوبه حبیب عالیه. توی همخونی با مداح شده دیگه غالبا 2 نفره یه شعر رو
میکس کنی کیه که میخوام اسم ببری، حالا بله. بگی نه و فلانه، میخوام الان اسم ببری، کیه که بیشتر از همه باش هماهنگ نیستی، اصلا دوست نداری با این بخونی؟ دوست ندارم نه، هماهنگ نیستم. عبدالرحمن دانشجو. چرا؟ شعره من فکر میکنم یه چیز دیگه است، مثلا اون شروع میکنه، مثلا همین غم شیرینم یا آب عبدالله، دین آیینم یا آب عبدالله، رحمان بند مثلا بعدش که میخواد بخونه، بیت بعدش که میخونه، او یه پیش زمینه دیگه داره، من یه پیش زمینه دیگه تو ذهنمه، من که میخونم اون هم میخونه، بارها شده، یعنی 2-3 بار با هم دیگه رفتیم تو کار هم دیگه. بعد یادم یه جا رحمان جو دست گذاشت رو کولم، گویا یه لحظه چیزی نگو تا من ادامه بدم. یه بارا من بهش گفتم که نمیشه بذار. رحمان دانشجو جوری بودیم با هم که تو هم دیگه کارمون رفت. خب من میگم که آیه دانشجو دیگه نخون با ایشون. نه ما واقعا توفیق نداریم، یعنی آره این خیلی باحال بود که چندین مرتبه اتفاق افتاده. این سوالی که میخوام ازتون بپرسم شاید که سوال خیلی از افرادی که توی جامعه دارن زندگی میکنن هست و رک بدون تعارف میخوام اینو جواب بدیم. این هزینه هایی که توی این هیئت ها میشه اینا از کجا میاد؟ دولت بهتون میده؟ کجا چیه؟ از کجا میاد؟ اونی که یکم با بحث هیئت و اینا آشنا باشه جوابشو میدونه، ولی حالا شاید مثلا ما بیننده دیگه هم داشته باشیم توی قضیه. هیئت اسمش روشه، یعنی یه جمعی که یه جا جمع میشن و یه کار واحد رو دارن انجام میدن. حالا مثلا میگن هیئت دولت، نه هیئت فلان، هیئت کشتی. گفت که تنها هیئتی که پنج کمره در میاره شما هیئت دولت. هیئت مذهبی که دور هم دیگه جمع میشن. بله یه جایی هست که مثلا یه بزرگتری دارن به یه جایی وصلن منظور اینه که مثلا یه پشتوانه دارن یه کاری انجام میدن. ولی تو اونجایی که ما دیدیم واقعا یعنی 90% غالب هیئت‌ها همینه که همون تعداد که تو همون هیئتن یه کاری انجام میدن. ما خودمون الان قبل از اینجا حالا خدمتتون عرض کردم، ما مثلا برای هیئت می‌خواستیم بان بگیریم، رفتیم وام گرفتیم، الان یه مقدار رفتیم وام گرفتیم، بین بچه‌ام تقسیم کردیم، مثلا ماهانه در بیاد مثلا بدیم. پس شما از جیب شخصی هم برای هیئت خودتون دیگه همینه دیگه، همینن، هیچ هزینه‌ای نه از دولت نه از مثلا یه جای خیر نه. تا الان 1000 تومان من یادم نمیاد که مثلا از یه ارگان گرفته باشیم خرج مثلا روزی کنیم، من یادم نمیاد، اصلا نداشتیم تو بحث هیئت محفل اینا، اصلا نداشتیم. هر چی بودیم حالا یه بزرگتر پیدا شد گفت آقا من دلم می‌خواد امشب مثلا 10 میلیون هزینه مثلا فلان کنیم، تو خدا پدرتم بیاموزه بیا بده. ولی که بگیم نه دولت و اینا نه، همه اونایی که حالا هیئت نگاه می‌کنن خودشون کامل قضیه رو با پوست و گوشت و استخون کامل میفهمن که خودشونن دیگه، رفقا دور هم جمع شدن، چون کار دلی هم هست. یعنی بخوای نگاه بکنی از دورا دیوونه چیکار داری می‌کنی تو، مثلا یه هزینه فلان. ولی خالی یه چیز اعجاز انگیزی هم که داری ماجرا، پول واقعا کم نمیشه. یعنی تو فکر میکنی که مثلا همین وام میکنن رفقا گرفتیم و فلان اینا، فکر میکنیم که یه اتفاقی داره میفته، مثلا 100 میلیونه مثلا برج 2 میلیون مثلا با اجاره میگم قسط شهر کدومو بدیم، ولی پول کم نمیشه، برمیگرده، خوبم برمیگرده. صمیمی‌ترین دوستتون کیه؟ ببین حالا خارج از اون بحث عرفانی و اهل بیت و امام حسین خدا هیچ، اونا به کنار، اوکی، شخصی که واقعا باهاش صمیمیت خاصی داری. من 2-3 تا رفیقام هستن که خب اسمشو بیاری. آره 2-3 تا هستن که دقیقاً همونه که میگه 8 ساعت 3 شب یه جگیر افتادی زنگ میزنه، این همونه، نمیپرسه چی شده، فقط میاد ببینید چی شده. یک حسین نوریه واقعا همین، مثلا بارها اتفاق افتاده، ما فقط زنگ گفتم حسین فلان قضیه ان، ازش قرض بخوای بهت میده داشته باشه. البته شوخیای عجیب غریب داریم ولی خب داشته باشه. من میخوام یه کاری کنی، چیکار الان به زنگ بزن و بعدش الان بدتر منه. آقا شما الان پول کم آوردی تو یک وضعیتی هستی که پول میخوای، که برای هر کسی تو این فیلم میشه زنگ حسین نزنم؟ هر کی، ببینید دارم میگم هر کی به غیر از پدر و مادر و خانواده ها، یعنی خانواده فاکتور بگی. یک دیگه هم هست محمد، عمر رفاقت ما خیلی کمه، یعنی الان 2 سال 3 سال با هم دیگه آشنا شدیم، ولی بعضی هستن وقتی میبینیشون احساس کنی خیلی وقت رفیقی باهاش، خیلی وقته. محمد از همونا. خب میخوام بهش زنگ بزنید، بهش بگو آقا من الان 20 میلیون پول لازم دارم، تا آخر هفتم برمیگردونم. حالا
حالا شما زمین بزنید رو اسپیکر بزنید نزدیک جواب به میده. میکروفون جواب میده. والا ساعت او حسین نوری بود که نصف جواب داد. شب جمعه انشالله بر نمیداره چون آبرو خودشم میره این واسه نه رفیقا میتورن جواب هم نمیدن پایی بر نداشت. خب دیگه کیو داری؟ 20 میلیون ندارم آقا چیکار زنگ حسین بزنیم بهش بگو 10 تومن. 10 تومن بهش بگو 10 تومن. این الان یه قضیه ما با هم دیگه داریم مثلا یه حرف رو بزنم خودش شاخش دارم یه چی بدی میگه آخه من حالا شما بذارید اسپیکر حالا هر جا سلام علیکم حسین آقا چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت چه خبر؟ سلامتی کجایی حسین؟ دست در نکنه این چاشو با سانسور کنید. میگم حسین میگم من پول لازمم آجی پول لازمم پول میخوام حالا هرچی کرمته تو والا ندارم یه 10 تومنی میخوام 10 میلیون گیرم خدا ندارم یعنی 4-5 تا موجودی حسابم الان 4-5 تومنو میدی الان 4-5 تومنو میدی الان کی برش میگردونم که دیگه فی سبیل الله حسین آقا سلام. ما سر ضبط یه برنامه هستیم بعد یه چالش برای آقا محسن گذاشتی میگفتی الان گیر کردی رفیقت پول میخواد قرض کنی کیو معرفی کن شما رو معرفی کرد. متاسفانه شکست خوردی تو این چالشمون. سلامت باشید شبتون بخیر. خداحافظ شما. بر روی هیچ کی نمیتونه حالا من سر میگم شما کارت آیه آموسن رو بچه‌های پشت صحنه هر کدوم یه مقدار پول به حساب ریزونی کنید. من حالا یه چیز بگم تو بحث مالی تا به الان واقعا به هیچ کی رو نزدم که بگم مثلا پول لازم دارم. خب پس چیکار می‌کنیم؟ من یه جو کم آورد. نشده واقعا. الان شما 1% فکر کن الان در این حالا ماشینت خراب شد. میخوای تعمیر کنی و نداری. پیش میاد ببین چیزیه که تو سبک زندگی همه مردم تا الان اینجوری نبود یعنی خودم داشتم خرج کردم. دارم میگم آقا تصور کن حالا اینجوری شد دیگه چاره ندارم دیگه مثلا الان به رفیقام اگه نشد وام میگیریم دیگه چیکار کنیم. وام هم که به آسونی میدم. چون آخوندی سری بهت وام میدم خیلی زود سر وام نورا که می‌خواستیم بگیریم وام فرزند آوری دیگه کم مونده بود که برم نمیدونم 6-7 آدم بردارم بیارم بذارم اونجا بگم اینا رو نگه دار تا من پولو پس بیارم. یعنی یارو مثلا رفیق داشتیم قاضی بود چی داده بود چی ای کسر از حقوق و فلان و بیسان و اینا بره 80 میلیون بعد رفتیم گفت نه نمیشه چون تو شهر ما نیست. عجب. آخرش ها باور نکن رفتیم معاون یه بانک دیگر رو برداشتیم آوردیم گذاشتیم اونجا بعد از اون هم چک هم حساب یعنی یه چک هم از اون گرفت گفت یارو میگه یه وامی دیگه خیلی یه 2 ماهی فکر می‌کنم گرفتن وام 80 میلیونی فرزند آوری بودن. شما آقای محسن پورجهانگیر یک شخصیتی که حالا به هر حال توی سطح جامعه توی شهر رفت آمد دارید یا اشخاص میشناسن شما رو یک چهره معروفی هستید توی سطح شهر. به نظر خودت چقدر تونستی تاثیرگذار باشی؟ تاثیرگذاریه که من میخوام یه جور دیگه اگه بشه اینو جواب بدم. یه تأثیر اصلی اول ببین خود شخص چقدر تغییر کرده تا رو بقیه هم میتونه مؤثر باشه. تا آدم خودش تغییر نکنه فیلم دیگه شاید جلوی تو هم که مثلا برمیگرده میگه که مثلا من فلان کار انجام نمیدم یا اون کاری که حالا ما اصلی ترین برنامه‌ای که هست اما برنامه هیئت و اینها هست. رفقایی که میان اول نگاه میکنم این خود شخص که مثلا میگه واقعا انجام میده اصلا این کارا رو و حدالامکان سعی میکنم که حداقل اون چیزایی که شرعیات دیگه اینو انجام بدم و اثرش هم دیدم.
مثلا نمیگم اهل کارهای خیلی شاخ و اینا، نه آقا هم کارهای معمولی اثرش رو دیدیم که آقا میدونه دیگه. چون بعض وقتا شما توی جمعی میری یا توی فضای مذهبی اینا نگاه می‌کنی می‌بینی که حالا کی جلوداره، این جلوداره این نیست که مثلا از همه بالاتر اینا، نه ولی خب چشم دیگه میبینی شما وارد جلسه میشی سخنران رو می‌بینی تا اونی که حالا مثلا همه نشستن همه رو ببرن، ولی تو تنها کسی که می‌بینی اونی که جلوته، خب خیلی اثرگذاره. مثلا اون ساعتی که رو دستش بسته خیلی مهمه دیگه، مثلا نگاه می‌کنیم یو حواست پرت میشه. بعضیا خیلی تو چشمه، اینو گفتم که یعنی کسی بالا و پایین نیست ولی مؤثر میتونه باشه، یعنی اون طرفی که اونجا هست خیلی مؤثره بالاخره تو گفتارش، تو رفتارش، تو منشش، رفت آمدش، ارتباطاتش. احساس میکنم که مؤثر اگرم نبودم تأثیر بدی هم نداشتم توی قضیه، احساسم اینه. اینجوری شاید باشه. نکته ای که خیلی حالا سر زبون بچه مذهبی‌ها، بچه هیئتی‌هاست و مکرر نسبت به این تو فضای مجازی جدل میکنن، بحث میکنن، مسئله حجاب استایل است. بله. نظر چیه؟ نمیخوام بگم خب حالا مثلا خوبه بده فلان، میخوام بگم آقا محسن پورجهانگیر به عنوان شخصی که خب به هر حال یک چی بهش میگن یادم رفت، یه نفوذی داره توی حالا بعضی از هیئت‌ها، چند تا به قول معروف بچه‌ها پشت سرش صاحب مجموعه است. ولی خب چیه نظرت؟ به نظرت اینا آسیبن نیستن، دارن کار خودشونو میکنن؟ ببینید هر چیزی، این نظر شخصی بنده، من نه نفی میکنم نه تایید میکنم، اما حتی میگه شهرت به کار خوب هم عیبه، یعنی تو معروف بشی به یه چیزی که فلانی اهل نماز شبه، یعنی خودت هم راضی باشی به این قضیه، همه بگم فلان. این میگه شهرت به هم پیدا کنی خوب نیست، فلانی خیلی اهل مثلا زیارته، فلانی خیلی اهل فلان، حتی کار خوبا. حالا ما یه جایی میام گرفتار یه مسائل میشیم که فیما بین ایه، نه خوبه نه بده. ما شهرت مثلا پیدا میکنیم که آقا فلان این کارو شبهه داره، تو بحث مسائل مثلا حجاب نمیدونم چی میگین، حجاب استایل اینا، من در حد همین حوزه میدونم حاجی این چیکار رو حوزه هم دست باشه کزده نه استاد. من حالا بگم خانوم هایی که الان توی سطح فضای مجازی به شدت دارن بلاگری میکنن، یعنی یک جورهایی، حالا از نظر بعضیا درسته، منم الان نظری نمیدم چون نه کارشناسشم نه میدونم، بلاگری میکنن با همون وضعیت حجابی که تأکید میکنه اسلام پوشیده، خیلی حجاب خوب، ولی متاسفانه که تبرج داره. خب. خیلی تو چشمه. خب دین اسلام و شریعت ما حرام نیست بعض چیزاها، ولی عرض کردم بعضا پس لحاظ شرعی حرام نیست. خب البته تا جایی که مفسده نداشته باشه نه دیگه، حالا رو داره اینجور میگه، ولی مفسده یه جا پیدا میکنه که مثلا با 1000 قلم آرایش، مثلا حالا آدم میبینه فضای مجازی دیگه با 1000 قلم آرایش و فلان اینها، بعد بقیه هم که نگاه میکنن چه برداشتی میکنن؟ حجاب اصلا نمیبینن، آثار مخربه بر حجاب میبینه، میگه مثلا تو که چادری هستی چه کارو میکنی؟ هر موقع این حرف پیش اومد ما با یه دو چارتی خودمون بکنیم تو ذهن خودمون، چرا یارو یه حرف رو زد؟ آقا مثلا من یه کارو خیلی هم دارم انجام میدم، یه جایی یه باگی داره، خیلی از خودم اسم میبرم، خیلی من میکنم، ولی کار خوبم دارم انجام میدم. این منه مثلا شما که داریم خیلی من میکنه، تبرجه، دارم به چیش میارم. تبرج هم میخواد بگید معنیش تبرج این چیزی که به چیش بیاری، افتخار کنی به چیزی که هست دیگه، یعنی خیلی برات بزرگ بشه بعد بخوای عمدن تو چشم بقیه بیاری. من احساس میکنم حالا بعضیا این برداشت شخصی منه، حالا اگه اوضاع نشه قضیه اوضاع الان فیلم بشه سریالی درست کنه با این طرز فکرمون. بعضی وقتا ما خب انسان ذاتاً دوست داره دیده بشه، ذاتاً، یعنی یه آدمی الان پیدا بشه بگه آقا من دوست ندارم دیده بشم، یه داره برای خودش چیزی میگه، محاله، این تو خلقت آدمه، مثل خوردن، مثل خوابیدن، اینها یه چیزی که آقا دیده. ولی این که به هر نحوی دیده شدن، چه جور دیده شدن، یزید از همه عالم معروف تره، ولی خب به چه اسم؟ صدام، نمیدونم همه این مردک نتانیاهو، اینا خود دیگه معروفه، همه هم میشناسن، از این معروف تر که من نداره. خب این به چیه؟
شهرت هم داره ولی به بدیه دیگه. یه جا هست نه ولی به خوبیه، اسم خوب. این بعض وقتا اگر ما یه کاری هم انجام میدیم تو همین بحث دیده شدن و اینها، به هر دلیلی، به هر گفتنی حبل اللهی بخوای دست بندازی که من بخوام دیده بشم، این قطعا اثر مخرب میذاره که الان داریم میبینیم. اون خانومی که کارو انجام میده بالاخره خواه ناخواه خب زن زیبایی باید داشته باشه دیگه. حالا این زیباییشو میخواد تو چیش بقیه بکنه، نمیدونم میخواد چیکار بکنه، این دیده شدن به هر علتی آفت میاره. آفتش هم یکی دارن میگن دیگه. و الان به نظر شما پس یک جامعه ای رو دارن بدنام میکنن، جامعه مذهبی. من این ذهنیت رو حدوداً بله میتونم بهش اشاره بکنم که بله بعضیا دیگه از اون ور بوم میافتن، میبینه این ور خبری نیست دیگه، حالا برم مثلا با این کارام دیگه این ور اشباع شده، مثلا اونی که هیچ حجابی نداره میگه میرم از این ور، مثلا حالا یه عده‌ای هم هستن مشتری منم، مشتری منظورم از اونایی که دنبال کننده دیگه فالوورشه، میره این مسیر رو میره دیگه. زیاد اهل فضای مجازی هستی؟ من هستم بله بله، چون احساس میکنم فضای مجازی الان از فضای حقیقی تره. ماها تو طول روز قشنگ میتونم بگم نگم نصفش ولی یک سوم وقتمونی که بیکار هستیم و اینا کامل داره تو فضای مجازی میگذره، اگه نگم همش، یعنی وقت تا بیکار میشیم تو فضای مجازی هستیم. خیلی خیلی اثرگذاره و منم هستم بله. یه ویدیوهای جدیدن وایرال شده، نمیدونم دیدید یا نه، خب تیپیکال مسئول جلسه میوندار فلان. به نظرت اینا چقدرش واقعیه؟ به نظر من تا واقعی نباشه چیزی بیرون نمیاد. واقعیه. پس یعنی این ادابازی ها تو هیئت‌ها هست، افسانه نیست، واقعیه. هست دیگه حاجی، میگم هر کسی دوست داره یه جور خودشو نشون بده. واقعا میگم حالا تو دم دستگاه امام حسین یه چیزی هم خلایش هست، من خودم مثلا یه جور نشون میدم. هست دیگه متاسفانه. یکی مثل ما تو خوندن میخواد خودشو نشون بده، یکی نمیدونم تو بحث میوندار، یکی نمیدونم چی میگن، آقا جون میگن، چی میگن، آقا جون بازی. مثلا این کارا. حالا مثلا تاش میخواد چی بشه؟ هم بزرگتری کنه. حالا مثلا آدم یه بزرگترایی میبینه یه اتفاقایی میفته. من چند روز پیش ما تهران بودیم، حالا برای اینکه تبرکی هم باشه اینو عرض میکنم. حاج فیروز خدا رحمت کنه، به رحمت خدا، یکم مدعا بود. اینو آقای میرزا محمدی تعریف میکرد. میگفت تو حرم امام رضا بودیم و بعضی وقتا میخوام بگم که یارو اصلا خودشون نمیبینه و اینا، بحث سر اینه. چرا یادش افتادم، حالا ان شاءالله که ایشونم پیش امام حسین ما رو دعا کنه. یک کلیپی از حاج فیروز اومده بیرون، هر که هستم هر چه بودم بر کسی مربوط نیست. آره با لهجه خود. آره حاج منصور ارضی ایام ماه شعبان اگر اشتباه نکنم تو حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام اونجا جلسه میگیرن. اینو کسایی گفتن که اونجا بودن دیگه، اینو واسه حاج جواد حیدری اینا میگفتن. گفتن که وقتی میکروفونو دادن به حاج فیروز بلند شد، همین 4 خطی که وایرال هم شده میگه اینو که خون اصلا فضا انقدر منقلب شد که ما حرم بود وگرنه مثلا لطمه میزنیم. 4 بیت شعر چیه، مدحی مناجاتی، یعنی روزه نیست. میگه جلسه رو دیگه از این بالاتر نمیرفت، از این بالاتر دیگه با یه کار دیگه انجام میداد، مثلا روزه میخوام که دیگه مردم قالب تویی میکردن، یعنی به قول چیا دیگه جلسه آماده گل زدن بود که بگه آقا گلو زدم تموم. گفت وقتی جلسه رسید به اینجا میکروفون رو داد به محمود کریمی، گفت گل تو بزن، گل تو بزن، برو محمود تو بخون. بعضی وقتا من فکر نمی کنم کسی این کارو بتونه انجام بده، یعنی با این عظمه. او تو ببینید 2-3 هزار تا آدم دارن عربده میزنن تو اوج میکروفون. اونایی که حالا خواننده هستن و اینا اینو خوب درک میکنن، خیلی کار سختیه، خیلی خیلی، یعنی اصلا چیز عادی نیست این ماجرا که تو. بله یه بزرگتری میشه ایشون که یاد میده به بقیه. الان ما تعریف میکنیم میگیم آقا حتی یه منشی که انجام داده طرف به رحمت خدا رفت، الان حالا زندگیش چی بوده که اصلا نکنیم به کجا رسیده. این بزرگتری و من بچه مثلا نگاه میکنم میگم نگاه
حداقل اداشو مثلا میتونم که در بیارم. یه بزرگتری هم میاد بله دیگه زیاده میاد یارو چیکار میکنه؟ ادعای بزرگتری میکنه که چی؟ منفعتش خراب نشه. ادعای بزرگتری میکنه که پوز مثلا منو بزنه به خاک. دیدی؟ مثلا داره حرفایی که داره میزنه همش هوای نفسه، ولی یا آدم کورم داره میبینه، آدم کرم داره میشه. آره اینا خیلی خودسازیه رو میخواد، خیلی حال خوبه رو میخواد. مثلا این جریان پیج چیه جدیده؟ این یکی سر زبون ها افتاده و حالا به هر حال من رو چک میکنیم میبینیم و سلامت چی شد اصلا فکر افتادی خب یک توی فاز فانو؟ حاجی من از قدیم، حالا رفقای نزدیک خیلی میدونم، من از قدیم عاشقی بودم که برم مستندساز بشم. اصلا سرم درد میکنه برای همچین ماجرایی. مستندسازی کنه مثلا، واقعا آرزو اینه که اگه یه روزی مثلا این اتفاقا به ثمری که حداقل ذهنی نادرست بزنم برم ولم کن کجا برم آقا مثلا توی کوه کمر یه ماه مثلا زندگی کنن. نه حالا اونایی که میگم با هم گشتن رو کامل میدونن، میرم آقا مثلا 20 روز مسافرت بودم با یه موتور 125 کوه و کمر و فلان مثلا با چی؟ با یه تن ماهی مثلا صبح میرفتم شب میومدم. آره این کارا. بعد دیدم که خب من وقتی میرفتم چی میگن توی اینستاگرام کلوز چی؟ کلوسفره؟ اینو مثلا میذاشتم که رفقا کال نذارن. یه سفر مشهد ما رفتیم همه رو گذاشتیم همین کلوسفره، با یه کامیونی هم رفتیم با یک رفقا بچه دارا بودن، خدا از سرشون بگذره چون بعدش اتفاقات افتاد. خلاصه آقا رفتیم و او کلوز گذاشتیم. سری بعدی گفتم که آقا این سفر دومی که همین رفتیم روستا و محل و اینا، به رفقا گفتم هر کی میخواد ببینه مثلا چیکار دارم میکنم لایک کنه بیاد تو کلوز. دیدیم ما حدود 400 تا آدم لایک کردن اینو. گفتم خب چه کاری، اصلا یه پیج جداگونه میزنم براش. یه پیج زدیم و دیگه شد این که الان مثلا دور هم میگیم و میخندیم و دول شما لایف استایل میگیریم. کجا بودیم چیکار کردیم اینا؟ خب آقا حسین خب مقایسه کنیم با هم. خب من چند تا اسم میگم بینشون یکیشون انتخاب کن دیگه. از قدیمی ها شروع کنیم. آقای حاج منصور ارزی یا آقای میرزا محمدی؟ قطعا حاج منصور، چون حاج میرزا هم خودشو شاگرد حاج آقا میدونه. میگم هم چند روز پیش که ما اونجا بودیم این دو بزرگوار ما زیارت کردیم. فکر نمی کنم دیگه کسی مثل حاج منصور پیدا بشه. آقای سازور یا آقای حاج منصور؟ آقای ارزی. آقای سازور بازم من میگم که حاج منصور. بله. آقای حاج منصور یا آقای محمود کریمی؟ یه داری میری تو علایق و حاج منصور به عنوان یه بزرگتری که همیشه نفس یادم تو همین سفر که ما رفتیم ما نگاش میکردیم گریه میکردیم، هیچی نمیگفت نشسته بود. همین دیگه میگه اون کسی که انقدر نزدیک بشه ذوق در اهل بیت بشه شما نگاش هم که کنی گریت میگیره، یعنی حالت منقلب میشه. اما یه جا از بحث علاقه است دیگه. ما از بچگیمون عاشق حاج محمود بودیم. آره ایشون اگه بخوام توی قضیه وارد بشم که قطعا آقای محمود کریمی یا سید جواد ذاکر؟ چی بگم والا ما با سید جواد هیئتی شدیم. سید جواد. بله. آقای سید جواد یا جواد مقدم؟ قطعا سید جواد. آقای سید جواد یا آقای علیمی؟ قطعا سید جواد. دیگه کسی فکر نکنم. پس من فکر کنم تا آخرش هم چون میگم مرحوم سید جواد ذاکر باشه. هیچ موقع اولین آدم یادش نمیره. بسیار خوب. حالا ما میریم تو شهر شیراز. بریم تو شیراز پس کشوری شد آقای سید جواد ذاکر. حالا بیام توی مدعای خود شهر شیرازی که ما برنامه‌مون بینندگان عزیز توی شیراز داره ضبط میشه و غالب مهمون هامون هم بچهای گل شیرازن. خب آقای بهنام زاره یا رفیقت عبدالرحمن دانشجو؟ خب این بس میشه. نه دیگه نه الان ما اومدیم اینجا دیگه قول من علایق شما رو بدونیم دیگه. من علاقه که گوش بدم اگر منظورتونه میگم سلیقه ذهن موسیقی های هر کی چیزی میپسنده. کدوم؟ من
چون از قدیم پای روضه حاج بهنام میشستم. آقای زاره. آره عبدالرحمن که رفیق گرمابه ولستانیم. آقای بهنام زاره. آقای دانشجو اینجا تاکید میکنم حذفت کرد آقای پورجانگیر. تو میدونی کجایی، تو کجایی؟ آقای بهنام زاره. اینا میخوام بین من و تو. سید مصطفی موسوی. قطعا سید مصطفی موسوی نشون. آقای سید مصطفی موسوی و حاج اکبر افخمی. قطعا حاج اکبر افخمی. قطع میگه های ما هر کدوم مدا تو یه ترس میترسه. سید مصطفی موسوی نژاد خیلی برامون زحمت نکشید ولی تو حالا شاید اینو ببینن و اینها، ولی حالا گفتم دیگه سید مصطفی ما اون موقعی که دیگه داشتیم کم کم استارت کارمون خورد و مثلا میرفتیم میخوندیم و اینم بچه تر از الان میرفتیم پیش ایشون، نفس عجیبی داشت ولی هیچ ازش در نمیومد، هیچی برای ما، یعنی مثلا میگه بیبیشی مثلا یه چی اتوش نمیاد. خیلی مدیونشون هستم، از وقتی چی یادم نداد. چرا؟ چون منو انداختن تو سیکل این کارو که برم یاد بگیرم، برم گفتن یه پاشنه کفشو بکشیم و بریم. ما همیشه دستبوسشون هستیم، ولی اگه بخواید با حاج اکبر قیاسش بکنید که حاج اکبر دقیقا همون شخصی بود که ما سالها دنبالش میگشتیم. آقای افخمی، حاج اکبر آقای افخمی یا آقای حاج حسین مومنی؟ حاج اکبر افخمی. حاج اکبر افخمی. بیایم تو جوان‌ترا. ما الان پس آقای افخمی با صدر جدول با اکثریت آرا و قاطعیت آقای پورجهانگیر. بله. آقای محسن پورجهانگیر خودت. بله. یا آقای محمد جواد توحیدی. قطعا الان میگه محمد جواد توحیدی، ولی این سوالو من دارم میپرسم که به لحاظ سبکی و شعری و اینا، چون جفتتون شاعری، جفتتون مدایی. و همون که خودت هم گفتی، من واقعا الان هر جای کشور که شما نگاه کنید الحمدلله اتفاقی افتاده که میتونم به قاطعیت رو بگم که تو هر جلسه‌ای که برگزار میشه حداقل یکی دو تا شعر جواد رو میخونه. خیلی پوهن خوبیه برای شیراز. متأسفانه حالا اینجا نمیخوام خودزنی کنم، ولی خیلی بیشتر از این میشه کارهای انجام داده، به جایی رسید. جواد ماشاءالله عالیه. آقای جواد توحیدی یا آقای بنیامین رحیمی؟ بنیامین که عشق منه، عالیه. خب کدوم؟ من میدونم عشقته. کدومش؟ خب از چه بابت اینا؟ با کدومش حال میکنی؟ سبکش، شعرش؟ که من با بنیامین خیلی رفیق ترم، چون با هم توی مجموعه داریم فعالیت میکنیم. ولی جوری بخوای نگاه کنی که قطعا بنیامین دیگه. بنیامین. آقای بنیامین رحیمی یا میثم مفتاحی؟ میثم هم که خیلی عالیه، ولی باز چون میگم با هم دیگه یه جا داریم کار میکنیم با بنیامین. باز بنیامین. آقای بنیامین رحیمی یا حسین معانی؟ حسین معانی خیلی لوتیه. ببین آقای رحیمی بعد دوتا تو هم حذف شدی. یعنی محسن زیاد قائل رفاقت نیست. نه بازم بنیامین ولی حسین لوتیه. خب نه الان بنیامین یا آقای معانی؟ بنیامین ولی حسین. آقای محمد رضا همتی، بنیامین محمد با تو را به خدا نکن اصلا اسمو کسایی میگم چند روز پیش با هم بودیم، اینا ای ببینن آجی من سرویس کنم. رضا پسر خوبی، عالی، با اخلاص، ولی باز بنیامین. خب این با این اوصاف یه اسمی می آوردی اونو قطعا. آقای آخریش هم بپرسم، آقای حسن عرفانمنش، آقای بنیامین رحیمی. حسن؟ آره همون اسمه بود که الان گفتی. نه یه اسم دیگه از اگه رو بیاری اونه. خودت بگو. من تو کسایی که الان دارن کار میکنن اینا بعض وقتا به سن و سال نیست، خب ولی بعضی هستن که تو همون سن و سال که مثلا تفاوت آنچنانی باید ندارن خیلی میفهمن. رضا شریفی. رضا شریفی مدایی که واقعا شعراش این روزا گل کرده تو سطح کشور.
من به عنوان واقعا کسی که خیلی خیلی خاطرش رو میخوام و واقعا هم حق بزرگتری گردن من داره. فاصله سنی من رضا 2 ساله. مقایسه آخر آقای افخمی، آقای رضا شریفی. وای دهنت سرویس. این رو اگه بشه جواب ندم. نه دیگه، چون نه واقعا ما اصلا این سوال می‌پرسیم که شما جواب بدی. حاجی این خیلی دیگه، چون هر دوتاشون رو واقعا دوست دارم، واقعا دوست دارم. یعنی اصلا من از 2 نفری که واقعا هر چی بگن نه نمیگم هم اینا هست. نمیتونم بگم کدومش. تو حاج اکبر که میچربا، ولی رضا به آقای افخمی آره دیگه بزرگترن. نه حالا بحث بزرگتری رو من میگم بزرگتر. حاج اکبر میچربه بله، ولی رضا خودش میدونه. یعنی صحبتایی که با هم داریم اینا اصلا بس فرق میکنه کلا. خب خیلی ممنون. یه بخش میبینیم برمیگردیم، یکم خسته شدیم. خدا پدر تو بیامرزه. باشید بخش بعدی رو حتما ببینید. رسیدیم به بخش آخر برنامه‌مون و خیلی ممنون که تا اینجا برنامه رو نگاه کردید. دمتون گرم. بخش آخر هم داشته باشیم با حاج محسن عزیز. بزرگوارید آقا. حاج محسن اگر که بذار یه جور دیگه سوال رو مطرح کنم بعد بریم سراغ این سوال. تا حالا شده یه شایعی نسبت به پخش بشه شنیده باشی خودت هم خندت بگیره؟ کم و بیش آره. یکیشو برامون بگو. تو بحث هیئت داری اینا اتفاق میفته، مثلا یه عده حرفایی میزنن فلان اینا. آره این شده. مثلا یه بار یه بنده خدایی میگفت که یه کاری رو ما انجام داده بودیم، بعد اون میگفت ما این کار رو انجام دادیم. اینقدر پر خورده بودیم ماجرا که من خودم شک کرده بودم رو میخوام بگی. خب دوست ندارم، چون من دارم میگم با مستاق اصلا ما آوردیم اینجا مستاقی برام این دیگه خوب نیست. اصلا من خودم دیگه آخر شک کرده بودم که نکنه واقعا این کارو من انجام ندادم اینا دارم. ولی شایعه اینا خیلی ما در حد شایعه نیستیم. چیکار میکنیم که یکی بخواد پشت سر اون حرف بزنه اینا. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاده بود. چند سال پیش ما یه شعری نوشتیم، اون شعر رفت و یکی از دوستان خوند و دقیقاً اینم همینجوری بود. یه بنده خدایی دیگه گفته بود که شعر ما نوشتیم، من مثلا کاری نداشتم. حالا ایشون برگشت گفت که آقا نمیدونم شیراز می اصلا مدعا داریم، شیراز اصلا شاعر داره، شما دارید این حرفا. بعد شده چند تا از دوستان کم لطفی کردن این وسط، گفتن که یعنی با زبان بی زبانی به خود من گفتم حالا مطمئن خودم نوشتی شعر رو؟ حالا چی بگم؟ به نظر شما مثلا من آدمی کارم که مثلا بگم نه و همینجور بیفت؟ اینا هست برای همه هم هست. ولی خب اگه که ای دامن خودت بزنی ای بزرگترش میکنه. بی خیال بش. به بخشی که یه کمی دوباره توش چالش داری. یا حسین تو امشب چالش دونه ما رو پر کردی حاجی. یه اسلحه داری؟ یا حسین 3 تا فشنگ توشه. بین این جماعت مدعاهایی که با همین کیا رو میکشی؟ با همین میشناسی رفیقین، با همین اسمایی که بردیم کیا رو میکشی؟ محمد صادق البرزی. بله خودش میدونه برای چی. خب یکیشی دو تا بعدی خیلی دوستش دارم ولی سر یه قضیه هست. البرزی تو منو به خاک سیاه نشوندی. فقط خدا کنه آتویی که از من دراجی پخش نشه که این حیثیت در هیچ نمیشه قابل تعریف نی. نه آقا ولش کن اصلا. هیچیش خودش میدونه، من میدونم برای چی میکشمش، من میدونم برای چی میمیره. همین حدش کفایت میکنه. خب دو تا دیگه کسی به من نه دیگه 2 تا تیر. حالا من خودم میکشم که اصلا راحت نه نمیشه خودت که 2 تا تیر داری. من نمیدونم بگم کی آجی. نمیدونم شما برات. نه آجی دیگه بقیه رو چون من اصلا نمیشه. ببین 2 تا فشنگ نباید برگرده. میخوام ببرم خونه از این 2 تا فشنگ رو. چیکاره تو؟ من با بعضی شوخی دارم، مثلا شوخی‌ها چی بگم بزنمش. رضا رو میزنم رضا شریف. چون خیلی برای هم دیگه کری میکنیم بعضی وقتا.
یکی دیگه هم خرج رضا میکنم. بله آبولی. آخریشم دیگه اون واقعا که سراغ نداره. نمیشه. نی آقا کیه بزنم آخه؟ آقا نمیشه. تو یه چند تا اسم بگو من کدوم. نمیتونم بگم که. یه چند تا اسم بگو یکی بزنیم تموم شه بریم. نه خودتون باید بگید که عباس مششعی هم میزنن. عباس هم میزنن. عباس چون قدیم با هم عباس هم میزنن. همین ستا رو. عباس هم میزنه. حالا کی تو شد؟ همین. عباس تیرو نبا به همی گشت. چیکار کنم دیگه میزنم. والا بگم. تا حالا شده که یه شعر رو اشتباه بخونی؟ نشده. کجا؟ خیلی زیاد. شعر اشتباه منظورت مثلا چجوری؟ مثلا یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگه خوندی، بعد خودتو زدی به اون راه که این چیز اشتباه درست بوده. جلسه بودم، جشن بود. بعدش با هم میرفتم سینه زنی. یعنی یه چیز عجیبیه. یعنی الان جشنه مثل فردا. یعنی الان فردا همینه. جلسه رفقا که میخوام برم جشن، شبش از ظهر بریم سینه بزنیم. شعره رو رفتم اونجا می‌خواستم بخونم، یه تیکش بوده، حالا تو جشن خوندیمش. یه تیکش بوده، اینو باید تغییر میدادیم اسمش مثلا جشنی. اونجایی رو خوندم. رفتم تو جلسه عزا، اونا کمران بودن و اونا مردن از خنده. تو جلسه عزا اینو به مدل سینه زنی خوندمش. عوضش کردم و فلان اینا اینجور کن. یه هم که مثلا حالا سوتی و اینا باشه، یه هم که بوده دیگه. همون تو جشن با آوا جمعش کردیم که خودت تا حالا پیش اومد برات اینقدر بخندی که مثلا دیگه به قول معروف میگن روده بر بشی و فلان اینا تو جلسه و اینا؟ نه هر جا. آره کجا بوده یه خاطرش برام. من خیلی خنده و اینا که سفر کربلا که قربون امام حسین بدم، هم گریه‌شو بهمون میده هم خنده‌شو بهمون میده. خب نه میخوام مستاقی و با خاطره‌شو یه مستاقی بخوام بگم که آبرو حیثیت هم خودم میره هم دوستان پشت صحنه یکیشو میدونم دارن هم میگن. این چیه؟ یعنی بینندگان عزیز توجه داشته یه شخصی و رونالدو. خب این چی میشه؟ هر کاری که میخوای، اگه میخوای رونالدو بشی، هر کاری انجام داره تو انجام نده، قطعا میشی رونالدو. یعنی طرف نقطه مقابل جناب رونالدو. دقیقاً نقطه. حاجی اینو تو ماشین داشتیم میومدیم، خسته 2 روز نخوابیدیم و اینا، داشتیم برمیگشتیم و یکی از رفقا ای رو گفت. حاجی تو ماشین دیگه اون عقبی‌ها که نشسته بودن، یارو دیگه داشت فوش عربی میداد، ما دیگه نمیفهمیدیم چی میگفت. اولش گفت خاطر زن و اینا، نه دیگه آخراش دیگه یه چیزی میگفت که قطعا داشت فوش میداد. نمیفهمید. اینجور میخندیدیم ما. خیلی خنده. حالا میخوام اسمشو بگی. اسم کیو بگم؟ بابا ول با کجا؟ نه نمیگم. نه یکی از دوستامه حاجی. خب نه ببین چالشایی که شما جواب بدی بهش. حالا این فقط میدونم من نگفتم. بنده خودم خیلی با جنبه‌ای و اینو من نگفتم، ولی یکی از رفقایی که همراهم بود اینو گفت، نقل یکی از دوستان هیئتی که واقعا حالا رونالدو که نمیشه قطعا، ولی خب پسر فوق العاده با استعداد عالی، محمد نامدار. محمد امام حسین، من نمیدونم اینا چرا منو گرفتار کردن امشب. آره بدبخت حاجی. حالا یه چیزی میگم، من با جنبه تر از محمد ندیدم. تو کلامتون یه پرانتز باز کن، جریان تعزیه و اینا چی بوده؟ حاجی تعزیه چون خود محمد اینا دشمنتم بشناس. نه محمد خیلی عالیه. خب عنوان شیر تعزیه. حاجی اینو پاک کشونه ما جوریه بچه بسادم دارم میخندم. وای حاجی آبریسیتمون رفت. تو را بدیم. بچه ها یه چیزی گفتن میخوای شما؟ من نمیگم آقا، من دیگه از بیشتر محمد، من میدونی که قلبا دوست دارم. این دهن سرویسم خیلی با جنبنیام. من هی میگفتن این الان دیگه میزیش سینه دریوری همونو ول کن، ولی نه خودش هم همیاری میکرد و میخندید و دهن سرویس نخند تا حداقل تا ما بودیم چیکار داریم. خب آیه پورجهانگیر، شما اگر یه روز به جای من مجری بودی، یعنی جامون عوض شد، من اونور می‌نشستم شما اینور، اولین سوالی که ازم می‌پرسیدی چی بود؟ اگر در قالب یک مداح بودید و اینا یا نه
میتونه هر سوالی باشه. خیلی چیزه، مثلا حالت با چی خوب میشه، چون خیلی مهمه دیگه توی روزگار. با ببینه هر کسی چجور حالش خوب میشه، چه اونی که مداحه، چه اونی که شاعره، چه اونی که اصلا کاسب، بنا، نقاشه، هر چیزی. ببینیم حالش با چی خوب میشه طرف. خیلی مهمه، خیلی مهمه. توی گرفتاریا و توی وضع اقتصادی داغونی که داریم حالت کجا خوبه؟ یه سوال بپرسم و بعدش ایشالله تموم کنیم برنامه رو. انشالله این برنامه رو اگه تو میشه این- زودتر تموم کنید که آبرو حیثیت برای من که نمونه. تو این فضای الانی که حالا غالب مردم درگیره قول خود تو مسائل اقتصادی و مسائل جامعه و میبینیم دیگه، حالا توی شهر راه میریم فضای مجازی و فلان اینا، به نظر شما اعتقاد مردم چقدر سست شده و چقدر هیئت‌های الان تأثیر گذارن؟ من با این قضیه مخالفم که مردم سست شدن. هر جا مردم بوی خدا رو بشنفن میرن. شما ببینید بفهمن یه جا یه خبری از خدا هست، چون مردم قاطبه مردم همینه دیگه. خدا رحمت کنه حاج قاسمو. تا قبلش خیلی اصلا من این فیلم تشییع جنازینا رو که هست نگاه میکنم، تشییع پیکرشون، کامل آدم متوجه میشه که آقای افراد که اصلا خیلی هاشون خیلی با اون پارامترایی که من دارم تفاوت داره، ولی یارو میاد. چرا؟ چون بوی خدا رو شنفته. فهمو همین. حالا تازه یه مستاق فرد معمولیه. تو اگه بخوای مثلا نگاه کنی قضیه 40 رو بخوای نگاه کنی که اصلا دیگه ما برای افته. پس مردم دینشون از دست ندادن. مردم از من دیندار زده شدن. من دینداری که مثلا متولی یه امریم، هم در حد خودم یه هیئت، میبینی که این هیئت به جایی که پیشرفت کنه در روحیات خلقیات، پس رفتم داره میکنه. و میگه نگاه این هیئتی، این فلان، مثلا این روحانی. از اونورم نه، شما میبینی یه نفر بوی خدا میده پای منبرش شلوغ میشه. خدا حفظ کنه شیخ حسین انصاریان. الان نگاه بکنید آقا چقدر، کجا، تو تهران، تو شیراز، خودم آیه سید محمد انجوی نژاد جای سوزن انداختن نیست وقتی. چرا؟ چون بوی خدا رو میشنفن مردم، میان میشینن. ایشون محرما سید انجوی نژاد که واقعا من حیفم میاد که اسمی از ایشون نباشه. بازم ایشون ما توفیق اینو داریم که الان در خدمتشون هستیم. وای از اون موقعی که ایشون بود و ما نرفتیم خدمتش. واقعا حسرت هم مال اینه که مرد ثابته همه سال ایشون اینجا دیگه کاهلی از من. ایشون محرما و برنامه‌ای که مثلا تو باغ جنت میگیره، آقا پارکیه دیگه. مردم یعنی یارو نشسته اونور اصلا داره قلیونشو میکشه، ولی میبینه میشینه گوش میده. من شنیدم مثلا خیلی هاشون همینا شبای اول میان مثلا با فضایی که اصلا ربطی به هیئت نداره، یه جا پتو میندازه برای خودش میشینه یه زیرانداز، ولی شبای بعد میاد میشینه تو روزه. خب چه اتفاقی افتاد؟ میشینه به جان میشینه بوی خدا رو. پس مردم بیدین نیستن، مردم از منی که دینداری بلد نیستم زده شدن. خب خیلی کوتاه حالا بگید نقش هیئت‌ها. هیئتی که معیار داره، جذبیش هم بالا. جذبی نه تعداد مردم، هیچ وقت این تعداد و کمیت بر به قول گفتن صحت و سقم قضیه دخیل نیست. اما او اثری که عرضم کردم، اون جمعی که با هم دارن، اون اتفاقی که داره میفته، یه جا از اتفاق خیلی بزرگی میفته. هیئت معیار، هیئت شاخص مثل حاج محمود کریمی، گاه میکنه آقا حاج منصور ارزی، شیراز انجوی نژاد، انجوی سید، اینا یه کاری بزرگ مثل خود حاج اکبر افخمی، کاری که دارن میکنن کار بزرگه. و این اثر. حالا از اون برم یه هیئتایی هم هستن، یه مجموعه‌ای هستن، اینها سلیقه‌ای برخورد میکنن. خب نه معیاری ندارن. سوال من این بود چقدر هیئت‌ها توی نقش دارن و تو رفع دغدغه‌های مردم کار میکنن؟ دغدغه که فکر نمی‌کنم آنچنان زیاد باشه، ولی الان هر چیزی که کار فرهنگی داره تو کشور ما اتفاق میفته یه پایش هیئت. شما حالا بعد از این زنده ما میمونیم یا نه، ولی تو بخش فرهنگی که دولت و اینا دارن انجام میدن، یکیشون بحث حجاب، اینا شما نگاه کنید، حجاب که کار دستوری و امری نیست که، این ریزه کاری داره. یه روزه که مردم مثلا به اینجا نرسیدن که
اون مثلا اون خواهری که حالا مثلا عناد داره دارم میگم، یه روزی که به اینجا هست یه تکاملی اومده و کار فرنگی انجام نشده، هیئت‌ها دارن جبران میکنن، سیل یه جو میره میرن جبران میکنن فلان، در صورتی که من احساس میکنم خلا از جای دیگه است. خلا از به هیئت من خیلی ایراد نمیگیرم از این قضیه. خب یه جمله سرخطی بله بگید که ما برنامه رو باش ببندیم، هم یادمون بمونه هم باش بخندیم. چی بگم؟ داستان میگم چی؟ هر چی میتونه باشه، هم تو یادمون بمونه برای ما الان ساعت یعنی 12:15 شبه، یعنی الان 15 دقیقه بامداده، من چی بگم؟ تو میخندی نه رو به اون دوربین اون سمتمون، چی بگم؟ رو به این دوربین این سمتمون. والا خنده که به نظر من همون چیزی که گفتم خیلی مهمه، هر کسی با چی حالش خوب میشه، حالش خوب میشه و خنده مثلا به لبش میاد، گریه به چشش میاد، اینها میتونه اثرگذار باشه. من حرف خاصی ندارم توی قضیه که بگم. هیچ. نه دیگه همینایی که گفتیم رو جمع کن، تو نمیخواد دیگه. والا خیلی هم عالیه. هر چی خواستی بگو دیگه. یه کلام آخرته. کلام آخر که خیلی ممنون از شما، دمتون گرم. فکر کنم شاید نفر اولی باشید که همچی چیزی رو دارین راه میندازید. این انشالله که تداوم داشته باشه و سلامت باشین. بعضی چیزا از یه جای کلید میخورید و به یه جاهایی هم میرسی که اصلا فکرشو نمیکنید. انشالله که همین اتفاق میفته. رفقایی هم که آقا زحمت کشیدن، این آقا انشالله که خدا براتون خوش بخواد این موقع شب و اینجا و این کارا. حرف خاصی هم نداری؟ رو به دوربینم. آره حرف خاصی هم نیست. خدا انشالله عاقبتتون رو بخیر کنه. این مسیری که فکر میکنم یه الان شاهراهی که هست، معصوم فرمود آخرین راهی که میمونه برای شیعیان اینه که تمسک بجوین به پرچم امام حسین، تو این راه بمونیم، تو حواشی گیر نکنیم و هر حرفی و نشنویم، تو این راه بمونیم. دعای خیرم برای ما کنید، ما ان شاءالله دعای خیر برای همه عزیزان داریم. دم شما هم گرم. خیر ببینی آقا. تشکر عزیز منی. دم همتون گرم، زحمت کشیدید تا اینجا، نگاه قشنگتون برنامه ما رو دید. تا قسمت بعدی سرخط توی استودیو هورا مدیا، فعلا یا علی.